عبدالجلیل رحیموف باغ تاکپروری دهه کشتک مزار تابع جماعت دهات خانقاه کوهی در شهر حصار میباشد. او 10 سال قبل با اهل عائله‌اش باغ انگوری نمونوی بنیاد کرده آن را خوب پرورش نموده است. تاکزار بنیاد نمودهشان که اساساً از انگورهای نمود طایفی عبارت است، امسال حاصل دلخواه به بار آورده است. محصولات استحصال نموده این دهقانان صاحب تجربه خریداران خود را پیدا نموده در برابر بازار داخلی به خارج کشور نیز صادرات می‌گردد. قانون خواجگی خودی ما در آنجا 3 هکتار 60 صدق زمین میباشد. در 3 هکتار 60 صدق 2800 دانه نهالی تاک داریم. درباره مهنت باغ‌های اول وقتی که وای شد اول میبریم، بعد دورو میکنیم، پول میکنیم، پیرود میکنیم. نسبت به سالهای پیشتر حاضر حاصل موافق خدمت همون خودی همون آرنده تو رو حاضر صادرات میشد به شهرهای روسیه، به پاکستان صادرات میشد. کوشش و غیرت میکنیم که بازارهای جمهوری و بازارهای شهر حصار و تاجیکستان دوشنبه با میوه‌های همون تر و خشک تامین کنیم. با مقصد رشد ساحه باغداری طی سالهای اخیر در مملکت یک قطار برنامه‌های دولتی عاید بر رشد ساحه راه‌اندازی گشته بنیاد میدان باغ و تاکزار به مراتب زیاد می‌گردد و نشان دهنده‌های صادراتی میوه‌جات نیز سال تا سال بالا می‌رود. خواجگی‌های دهقانی حدود جماعت دهات خانقاه کوهی شهر حصار نیز در بنیاد باغ و تاکزار نمونوی و دارای حاصل بلند سهم ارزنده دارند. در این خواجگی‌ها 1183 گکتار زمین باغ تاکزار و 196 گکتار زمین باغ دانکدار و تخمکدار وجود دارد و موافق نقشه دورنمای شهر حصار از هر یک گکتار 60 سانتی نقشه بندی شده است و ما باوری داریم چخیلی که میبینید حاصل فراوان است. از هر یک گکتار باوری داریم که 70-80 سانتی حاصل به دست میبیاریم. با روسیه و پاکستان و افغانستان صادرات کرده می شود و این چنین برای تامین نمودن بازارهای جمهوریمون از طرف صاحبکاران حدود جماعت سردخانه ها ساخته شدند که میوه تر و تازه رو در آنجا ذخیره کرده و تمام مواسم به بازارهای جمهوری تاجیکستان با میوه تر و تازه تامین کرده می شود. باغ و تاکپروران خواجگی مذکور در بابت بنیاد باغ و تاکزار نمونوی تجربه کافی دارند. در میدانهای خواجگی انگور و سیب حاصل دلخواه به بار آورده است. منظره های میدانهای پرورش باغ و تاکزار بازگوی آن است که اهل زحمت خواجگی‌های دهقانی به کار خود دلگرم هستند و هدف اصلیشان بلند برداشتن اقتصادیات خواجگی و سهم گذاشتن در تامین امنیت عضوقواری کشور می باشد.